درود به همراهان عزیز. ساعاتی پس از اعلام رسمی آتش‌بس در غزه، جهان شاهد یکی از مهمترین نقاط عطف در بحران خاورمیانه بود. توافقی که در ظاهر با میانجیگری قطر و مصر شکل گرفت، اما در واقع نشانه‌ای روشن از تغییر موازنه قدرت در منطقه است. آتش‌بسی که در عمل نه فقط پایانی موقت بر جنگی خونبار، بلکه آغاز نظمی تازه در سیاست خاورمیانه است. نظمی که در آن جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری به حاشیه رانده شده است. در حالی که مذاکرات میان حماس و اسرائیل ماه‌ها در بنبست به سر می‌برد، فشار فزاینده‌ای از سوی ایالات متحده، مصر و قطر برای پایان درگیری‌ها آغاز شد. منابع مطلع در دوحه تایید کردند آخرین دور گفتگوها بدون حضور مستقیم ایران یا نمایندگان گروه‌های وابسته به تهران به نتیجه رسیده است. همین مسئله پیام روشنی دارد: تهران دیگر بازیگر تعیین کننده‌ای در پرونده فلسطین نیست. یکی از تحلیلگران عرب در گفتگو با الجزیره گفته بود در گذشته هیچ گفتگویی درباره فلسطین بدون رضایت تهران پیش نمی‌رفت، اما حالا همه چیز در غیاب ایران انجام می‌شود. این گفته واقعیتی تلخ برای جمهوری اسلامی است. نظامی که طی 4 دهه با شعار آزادی قدس از مسیر کربلا میلیاردها دلار از سرمایه مردم ایران را در مسیر حمایت از گروه‌های مسلح در لبنان، غزه و یمن هزینه کرده است، اکنون می‌بیند که حتی در لحظه‌ای تاریخی مانند آتش‌بس نامی از او برده نمی‌شود. در پشت پرده این توافق، نقش قطر و آمریکا پررنگتر از هر بازیگر دیگری بود. مقامات دوحه که طی ماه‌های اخیر میان تل‌آویو و دفتر سیاسی حماس در حال رفت و آمد بودند، توانستند چارچوبی را تنظیم کنند که در آن بخشی از نیروهای حماس از نوار غزه خارج شوند و کنترل مناطق غیرنظامی به تشکیلات خودگردان فلسطین بازگردد. این تصمیم عملاً پایان نفوذ نظامی ایران در غزه است، جایی که سالها از آن به عنوان خط مقدم مقاومت یاد می‌کرد. به گفته منابع دیپلماتیک، آمریکا به روشنی به دوحه اعلام کرده بود هیچ توافقی بدون تضمین کاهش نفوذ ایران پذیرفتنی نیست. از همین رو، برخلاف دفعات گذشته، هیچ اشاره‌ای به نقش ایران در میانجیگری یا تضمین آتش‌بس در بیانیه نهایی نشد. دولت قطر با احتیاط اما قاطعانه کوشید تا توازن جدیدی را رقم بزند، توازنی که در آن کشورهای عربی در حال نزدیکی به اسرائیل و عادی‌سازی روابطند و ایران تنها بازیگری است که از این روند حذف می شود. در تهران اما فضا کاملا متفاوت بود. رسانه‌های حکومتی آتش‌بس را توطئه‌ای آمریکایی و خیانتی از سوی برخی دولت‌های عربی توصیف کردند. روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای نوشت آنچه قطر و مصر انجام دادند یک عقب نشینی از آرمان فلسطین است و حماس باید مراقب نفوذ دشمنان مقاومت باشد. اما واقعیت این است که خود حماس دیگر آن گروه سابق نیست. از زمانی که جنگ غزه به نقطه‌ای بحرانی رسید، بخش قابل توجهی از رهبری سیاسی حماس در خارج از کشور به این نتیجه رسید که ادامه مقاومت مسلحانه نه تنها به آزادی فلسطین کمکی نمی‌کند، بلکه بقای سازمان را نیز تهدید می‌کند. در همین راستا، خالد مشعل از رهبران پیشین حماس در گفتگویی غیررسمی با رسانه‌های عربی گفته بود مردم غزه پیش از آن که از اسرائیل آسیب دیده باشند، از بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی به حامیان منطقه‌ایشان خستند. این حامیان منطقه‌ای کنایه‌ای مستقیم به جمهوری اسلامی است. در واشنگتن، جو بایدن با صدور بیانیه‌ای کوتاه از آتش‌بس استقبال کرد و گفت این گام نخست به سوی صلحی پایدار در خاورمیانه است. تحلیلگران معتقدند منظور او از صلح پایدار چیزی فراتر از توقف درگیری‌ها در غزه است. آمریکا و متحدانش در پی طرحی بلند مدتند که هدف نهایی آن ایجاد ثبات در خاورمیانه بدون حضور ایران است. طرحی که از دید رهبران جمهوری اسلامی معادل مهار راهبردی یا حتی حذف تدریجی آنها از معادلات منطقه است. اما حذف ایران از صحنه فقط یک پیام سیاسی ندارد. برای حکومت این حذف به منزله فروپاشی بخش مهمی از ایدئولوژی نظام است. از سال 1357 مسئله فلسطین یکی از پایه‌های اصلی مشروعیت سازی جمهوری اسلامی بوده است. از بودجه‌های میلیاردی سپاه قدس گرفته تا تبلیغات شبانه روزی صدا و سیما، همه در خدمت الغای این تصور بودند که ایران مدافع اول آرمان قدس است. اما حالا وقتی خبرگزاری‌های جهانی از توافق تاریخی میان حماس و اسرائیل می‌نویسند، ایران حتی در حاشیه هم نیست. یک دیپلمات اروپایی در گفتگو با فاینانشال تایمز گفته است برای اولین بار واشنگتن و دوحه توانستند پرونده‌ای درباره فلسطین را بدون نیاز به هماهنگی با تهران ببندند. این یعنی نفوذ منطقه‌ای ایران عملاً بی‌اثر شده است.
همین تغییر نگرانی عمیقی را در سطوح بالای نظام برانگیخته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از اعلام آتش‌بس، شورای عالی امنیت ملی جلسه‌ای اضطراری تشکیل داده تا پیامدهای سیاسی و امنیتی این اتفاق بررسی شود. در فضای رسانه‌ای ایران واکنش‌ها آشفته و متناقض بود. در حالی که برخی چهره‌های نزدیک به سپاه از خیانت حماس سخن گفتند، گروهی دیگر با احتیاط تلاش کردند نشان دهند جمهوری اسلامی همچنان در روندها نقش دارد، اما شواهد خلاف این ادعاست. نه در دوحه، نه در قاهره، نه در تل‌آویو هیچ اشاره‌ای به نقش تهران در میانجیگری یا هماهنگی دیده نمی‌شود. حتی شبکه الجزیره که در سالهای گذشته معمولاً مواضع ایران را بازتاب می‌داد، این بار به طور کامل روایت قطر و آمریکا را برجسته کرد. تحلیلگران بر این باورند که آتش‌بس اخیر علاوه بر توقف موقت جنگ، زمینه‌ساز تحولات بزرگتری در منطقه خواهد بود. یکی از مهمترین پیامدهای آن کاهش توان ایران در استفاده از گروه‌های نیابتی‌اش است. حزب الله لبنان پس از ماه‌ها درگیری محدود با اسرائیل اکنون در موقعیتی دفاعی قرار گرفته. حوثی‌های یمن نیز پس از فشار بین‌المللی مجبور به عقب نشینی از حملات دریایی شدند. حالا با کنار رفتن حماس از صحنه نظامی، آخرین بازوی ایران در خط تماس با اسرائیل از میان رفته است. در این میان وضعیت داخلی ایران نیز بی تأثیر نیست. بحران اقتصادی، نارضایتی گسترده و فشارهای بین‌المللی باعث شده حکومت بیش از هر زمان دیگری در انزوا باشد. خامنه‌ای که در سالهای گذشته همواره از محور مقاومت به عنوان برگ برنده خود یاد می‌کرد، حالا با واقعیتی روبروست که در آن هیچ کشوری حاضر نیست هزینه جنگ نیابتی تهران را بپردازد. از دید بسیاری از تحلیلگران، آتش‌بس غزه در واقع آغاز پایان نفوذ منطقه‌ای ایران است. با وجود سکوت رسمی، منابع نزدیک به دولت میگویند نهادهای امنیتی در حال بازنگری سیاست‌های منطقه‌ای خود هستند. اما این بازنگری بیش از آن که نشانه اصلاح باشد، نشانه سردرگمی است. تهران نه توان مالی لازم برای ادامه حمایت از گروه‌های نیابتی‌اش را دارد، نه مشروعیت سیاسی در میان آنها. حتی در خیابان‌های غزه، بسیاری از مردم دیگر از ایران به عنوان حامی مقاومت یاد نمی‌کنند، بلکه از آن به عنوان کشوری نام می‌برند که از خون فلسطینیان برای اهداف خودش استفاده کرد. در پایان باید گفت آتش‌بس اخیر غزه تنها یک توافق نظامی یا سیاسی نیست، سیلی محکم و غیرمنتظره حماس به یار دیرینه خود و نشانه‌ای است از شکل‌گیری فصلی تازه در خاورمیانه. فصلی که در آن عربستان، قطر، مصر و حتی ترکیه در حال نزدیک شدن به محورهای همکاری منطقه‌ای‌اند و جمهوری اسلامی همان گونه که بسیاری پیش بینی کرده بودند در حاشیه تاریخ ایستاده است. حکومتی که سالها از جنگ و بی‌ثباتی نان می‌خورد حالا باید تماشاگر صلحی باشد که بدون او رقم خورده است. اگر می‌خواهید تحلیل‌های دقیق و بروز از تحولات خاورمیانه و جهان را از دست ندهید، حتما کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله را فعال کنید. به امید فردایی بهتر.